سلام. تا حالا شده بخوای موقع نصب به صورت هایبرید کار بکنی؟ یعنی چی؟ یعنی یه تعداد دوربین آنالوگ داشته باشی و یه تعداد دوربین آی پی. حالا سولوشن چیه اگر قرار باشه ما یه همچین کاری بکنیم؟ ما میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ سولوشن اول یه دستگاه XVR بذاریم، یک دستگاه MVR بذاریم. اون موقع چه مشکلاتی برای ما به وجود میاد؟ این مشکل برای ما به وجود میاد که باید روی 2 تا مانیتور بذاریم تصویرش اگر قرار باشه از روی دستگاه ببینن. کاست پروژه خیلی زیاد میشه. چرا؟ چون ما باید 2 تا تجهیز داشته باشیم. 2 تا اون موقع نیاز به هارد داری. اون موقع توی میتیننس یا توی نگهداری شما نیاز به 2 تا کار داری، یعنی هم باید حواست به MVRت باشه، هم حواست به XVRت باشه. خب پس این راهکار معقولی نیست. اما در حال حاضر ما راهکارهای جدیدتری داریم. اون هم اینه که ما از یک XVR استفاده بکنیم و بیایم داخل تنظیمات XVRمون از چنل تایپ بیایم مود کانال ها رو عوض بکنیم. یا اگر رفتی سر پروژه دیدی که بر فرض مثال یک XVR 8 کانال دارن و میخوان 2 تا دوربین دیگه اضافه بکنن، کانال های آنالوگش جای خالی نداره و تو مجبوری دوربین آی پی اضافه بکنی، اون موقع میری باز دوباره توی قسمت چنل تایپ کانال های اضافه آی پی رو فعال میکنی. به عنوان مثال الان من یک دستگاه XVR 5108 HS آیتری دارم از برند داهوا و میخوام چی کار بکنم و میخوام بگم که آقا من کاری به کانال های آنالوگ تو ندارم، کانال آنالوگت خالی، همش برای تو. این دستگاه قابلیت اضافه کردن 4 کانال آی پی مجزا، یعنی اضافه تر بر اساس کانال های آنالوگش به ما میده. یعنی چی؟ یعنی 8 به علاوه 4. اون 4 کانال حتما باید دوربین آی پی کامرا باشه. فقط یه نکته خیلی مهمی هست، شما زمانی که دارید دوربین آی پی کامرا به دستگاهتون اضافه میکنید اون موقع قابلیت های هوشمندی که روی XVR هست غیر فعال میشه، چون پروسس رو میذاره برای تحلیل دوربین های آی پی تون. بریم در ادامه نحوه کانفیگ این مورد رو با هم یاد بگیریم. خب بریم روی لپتاپمون. من الان روی لپتاپ یه دستگاه، بذارید ببینیم مدلش چیه، XVR 5108 دارم. بذارید بریم توی این قسمت، توی مینتین، توی سیستم اینفو یک دستگاه XVR 5108 HS آیتری دارم. حالا میخوام چی کار بکنم؟ گفتم من کاری با کانال های آنالوگ تو ندارم، میخوام بیام 4 تا کانال آی پی که تو به من میدی و از اونها استفاده بکنم. میام توی ستینگ، توی قسمت کامرا، توی قسمت چنل تایپ. همونطوری که مشاهده میکنید بچه الان 8 تا کانال به من اینجا داده که این 8 تا کانال در اصل کانال های آنالوگشه. آیا من میتونم این کانال های آنالوگ هم به آی پی تغییر بدم؟ بله امکان داره. الان دی اکتیوه. چرا دی اکتیوه؟ چون زمانی که شما میخواید بیاید کانال هاتون رو تبدیل به کانال آی پی بکنید از پایین ترین کانال باید این کار رو انجام بدید. تیک رو میزنید، نگاه کنید بعدی فعال شد، همینطوری تا بالا. پس ما میتونیم چیکار بکنیم؟ هر 8 تا کانال هم اینجا آی پی بکنیم. ولی الان من نمیخوام اینطوری کار بکنم. اینجا رو میذارم روی اوتو، کانال های آنالوگ هم داره. الان توی آخرین سطح زده 9 الی 12. اگر من این رو فعال بکنم در اصل دستگاه من میشه 12 کانال، 4 کانال آی پی و 8 کانال آنالوگ. اپلای که بزنم میگه که همینجا توضیحاتشو داره به من میده، میگه AI فانکشن ها همه دیزیبل میشه به خاطر اینکه شما دارید دوربین آی پی به این دستگاه اضافه میکنه. اوکی رو میزنم. برای اینکه این تنظیماتم انجام بشه یک بار از من میخواد که دستگاه ریبوت بشه و من اوکی میزنم. منتظر میشم تا دستگاه ریبوت بشه. خب بچه دستگاه من ریبوت شد و الان من وارد تنظیمات میشم. توی قسمت کامرا، توی قسمت چنل تایپ الان ببینید 9 الی 12 برای من تیکش خورده و فعال شده و الان گزینه کامرا لیست برای من فعال شده. چرا؟ چون اومدم دوربین آی پی بهش اضافه کردم، یعنی
این کانال های آی پی در اصل دستگاه رو من فعال کردم. توی قسمت کامرا لیست الان مثل دستگاه های انویا برای من داره داره برای من یک صفحه سرچ نشون میده. خودش سرچ زده الان دوربین 108 توی شبکه من پیدا کرده. کافیه که من بیام چیکار بکنم، اینجا گزینه اد رو بزنم، دستگاه پایین اضافه شد، یعنی دوربین من این پایین اضافه شد. توی قسمت ادیت میام پسوردش رو درست میکنم، پسورد درست دوربینم رو وارد میکنم و در نهایت اوکی میکنم. الان باید استاتوس چنل من به سبز رنگ تغییر بکنه. همونطوری که مشاهده میکنید الان چنل استاتوس من سبز شده و این دوربین اضافه شده. حالا ما میتونیم باز دوباره تا 4 تا دوربین آی پی به این دستگاهمون اضافه بکنیم. پس مجموعاً این دستگاه 8 کانال رو ما اومدیم تبدیل کردیم به یک دستگاه 12 کانال که 4 تا آی پی و 8 تا چنل آنالوگ داره. حالا بریم توی لایو پریویوش هم یه نگاه بندازیم. ما که الان اینا اضافه شده. اگر دوربین های بعدی هم اضافه بشه اینجا برای من لیستش میکنه که من میتونم توی اون لیستم ببینم. حالا الان اگر لایو پریویو الان لایو پریویوش داره برای من اون کانال رو نشون میده. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه. کانال یوتیوب ما رو دنبال بکنید. توی کانال یوتیوبمون کلی آموزش جذاب دیگه هم ما داریم که اومدیم در اصل 0 تا 100 تئوری و عملی رو توی کانال یوتیوبمون آموزش هاشو گذاشتیم، ویدیوهاشو گذاشتیم. این ویدیو رو حتما برای دوستانتون ارسال بکنید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. این قسمت لایک، کامنت، سابسکرایب برای بچهای یوتیوب. ممنون تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. خدا نگهدارتون.